داشتم به این فکر میکردم که چی میشه که دو نفر که یه رابطه خیلی قشنگی رو با هم ساختن، لحظات خوبی رو داشتن، غمم بوده، پستی و بلندی بوده، شاهد زخم‌ها، موفقیت‌ها و حتی شکست‌های هم توی زندگی بودن، ولی بعد از یه مدتی با هم درگیر میشن، انگار راضی نیستن از هم دیگه. چی میشه؟ به یه نتیجه رسیدم و اونم اینه که ماها همه دنبال امنیتیم، دنبال حس کردن این که یه کسی ما رو دوست داره و واقعا دوست داره. محبتش به خاطر نیازش نیست به ما، محبتش به خاطر منفعت نیست، محبتش از سر ناچاری نیست و هر کدوم از ما یک راهی داریم، یک روشی داریم برای اینکه بفهمیم یک کسی چقدر ما رو واقعی دوست داره و طبق مدلی که بزرگ شدیم و هزار تا واقعی که از سر گذروندیم توی زندگی اینا شکل میگیره احتمالاً. ولی در نهایت هممون دنبال یک عشق بی چون و چرا، بدون شرط و اصیلیم. کاش همه اینو بدونن، کاش بدونن که اگر توی یه رابطه‌ای هستن که یه سری درگیریایی پیش میاد که باعث نارضایتی میشه توی رابطه، ممکنه باعث جدایی هم بشه، قصدش عشقه. هممون دنبال تجربه عشقیم.